به نام خدا. درود بر شما. من امروز میخوام یه پمادی درست کنم که چند روز پیش یه توضیح کوتاهی روش دادم و داشتم هم میزدم که شما دیدید. مقدارش هم کمتر بود. به همین دلیل امروز میخوام بیشتر درست کنم چون مشتریش دارم. این ماساژر به خاطر ماساژ بریم، به خاطر یه وقت خدای نکرده افتادن پلک، کج شدن صورت که تازه باشه برای مایچه همون که اگر ضعیف باشه بخوایم قوی بکنیم. این شیر بود که من ریختم. این مواد بهش افزوده میکنم که هم کالاژن داشته باشه، هم مرطوب کننده بسیار خوبی باشه. یه مقدارم از آبی که از یک ماده پر از کلسیم گرفتم به همین اندازه. این هم باز پر از کلسیومه به خاطری که کج شدن. این هم که معرف حضور همتون هست، همه ما میشناسیمش و در روزم با امید خدا استفاده های خاصی ازش انجام میدیم. نه یک جور، 10 جور، شاید 100 جور. اما این که بگم که هم مقویه، هم این که درمانه. ما اینم به این وارد میکنیم. سفیدش پر از کلسیوم، ساختن مایچه، لذت بخش، آرام بخش. باقیش هم میذاریم اینجا تا استفاده های دیگه ازش بکنیم. البته دورریز نیست، ذره تخم مرغ. ذره تخم مرغ پر از تقویت کاملی هست. این من چند تایی در این وارد کردیم، همش میذاریم. یه بار دیگه هم باید یه روز آماده نمیشه، تا الان هم میزنم، بعد میذارم جایی که جای دیگری که لازمه که به قوام بیاد. این چیزا دیگه هم لازم داره ها، یه جو من تو 4 5 تا نیست. چیزا دیگه هم لازم داره که اونم بعدا اضافه میکنم چون یه روز درست نمیشه. باید حتما برای زیادی داره که انجام بدم، خیلی اندازه‌ای که میشم برای شما امروز انجام بدم. خدای نکرده کمی عامل فلجی دارن، دستشون، پاشون، صورتشون، چشم، هر جا. من این پماد براشون درست می‌کردم، حتی مایچه سازم هست. من وسیله‌هاشو اون روز چیزی که لازم بود پایه‌شو انجام دادم. امروز هم میخوام با امید خدا روغن‌هاشو اضافه کنم که کامل بشه. کامل که شد و توزیعشو آسونه. این روغن بادام شیرینه. من الان روغن بادام شیرین قبلا هم ریختم، الان جلوشون می‌ریزم که بدونین مسئله که کاری که انجام میدم کاریه که همه چیش ارگانیکه. این روغن زرده تخم مرغه. روغن زرده تخم مرغ خودم گرفتم. می‌بینی؟ هیچ خود زرده میره داخلش. این کار بیشتر از اونام می‌ریزم چون درمان کننده عالیه. این کرچکه خیلی ریخته سرش. یکی هم بادام تلخه. حالا اینا همه داخل یه مسئوله با چیزای اولیش که بودم. الان اینا ریختم داخلش. شوری مفصل بده بیماری‌های خدای نکرده برای امیدوارم که برای شما چیز مفیدی باشه. برای کسانی هم که مایچه‌شون ضعیفه خیلی آوردم و نتیجه بهش گرفتن. ممنونم که نگاه کردین و دونسته باشم توضیحش کامل داده باشم، چون این مال حقه باشه مثالی هم می‌کشدش. ولی ما ان شاءالله که بتونیم با مردم هم کاری کنیم که خیلی بهشون همه بتونن استفادهش کنن. چیزی دیگه نمیتونم بگم. به خاطر موادی که داخل اینه همه مواد درجه 1.